سلام خدمت دوستان عزیزم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. با آموزش ورق طلا در خدمتتون هستم. برای اجرای ورق طلا ما نیاز داریم به چسب ورق طلا که بهتون پیشنهاد میکنم حتما چسب آلمانی تهیه کنید. چسبی رو که از فروشگاه تهیه میکنید به اندازه کافی رقیق هست و نیازی نیست که با آب ترکیبش کنید مگر اینکه چسب مونده باشه و این مقدار غلیظ شده باشه که شما میتونید یه مقدار بهش آب اضافه کنید. بعد از چسب ما نیاز داریم به لاک الکل که لاک الکل رو هم حتما باید بیرنگ استفاده کنید و همون جایی که چسب و ورق رو تهیه می‌فرمایید میتونید لاک رو هم خریداری کنید. نیاز داریم به ورق در رنگ‌های مختلف از جمله نقره‌ای، طلایی و مسی هست و با توجه به دکوراسیون منزلی که می‌خواید ورق رو اجرا کنید اون رو انتخاب می‌کنید. ورق طلا توی بازار هم ایتالیایی هست و هم چینی. بهتون پیشنهاد میکنم که برای شروع از ورق طلای چینی استفاده کنید تا زمانی که تجربه کافی رو به دست بیارید. نیاز داریم به یک پارچه نرم و یا پنبه برای پرداخت ورق و لاک الکل زدن روی کار و همچنین نیاز داریم به چند نوع قلمو که بستگی به سطح مورد نظرتون قلموی مناسب رو انتخاب میکنید. هم قلمو نیاز هست برای چسب زدن، لاک زدن و همین که پرداخت کردن ورق طلا. دوستان عزیز دقت بفرمایید، حتما سطح زیرکارتون اگر دیوار هست باید رنگ روغنی نیمه براق خورده باشه. اجازه بدید که حتما لایه‌های مختلف رنگتون کامل خشک بشه و حداقل 7 روز تا 10 روز به رنگتون زمان بدید تا کامل خشک شه. با قلموی مناسب چسب ما رو روی سطح کار میزنیم. البته اینجا قلموی من کوچیک هست، شما از قلموی بزرگتر اگر که سطحتون بزرگ هست از قلموی بزرگتر استفاده کنید. اگر میخواین غیر از اون سطحی که دارین ورق میکنید اطرافش چسبی نشه حتما از چسب کاغذی استفاده کنید. چسب کاغذی رو هم خیلی نباید با انگشت فشار داد، فقط اون سمتی که به چسب هست رو یه مقدار با انگشت فشار میدید تا چسب از زیر چسب کاغذی عبور نکنه. دوستان دقت داشته باشید، چسب ورق طلا چسبی هست زنده که در زمانی که خیس هست چسبندگی زیادی نداره و زمانی که خشک شد و کاملا بیرنگ شد چسبندگی زیادی پیدا میکنه. اگر قبل از اینکه چسبتون بیرنگ شد شما شروع کنید به چسبوندن ورق، چسب از ورقتون رد میشه و زمانی که با لاک الکل برخورد کرد به سرعت اکسید میشه. بنابراین بهتون پیشنهاد میکنم که حتما به چسبتون استراحت بدین. اگر عجله‌ای ندارید برای اجرای ورق شما 24 ساعت به چسبتون فرصت بدید تا کامل چسبندگی بالایی پیدا کنه و کامل خشک شده باشه. اگر هم عجله دارید اجازه بدید که چسبتون کامل بیرنگ شه، اون زمان میتونید شما شروع کنید به ورق زدن. زمانی که شما چسب رو روی دیوار اجرا میکنید به خاطر اینکه دیوار سفید هست و چسبتون هم سفید هست شما متوجه نمیشید که کدوم قسمت ها رو چسب زدید. بنابراین شما میتونید برای دیده شدن چسبتون از جوهر رنگ اکریلیک که معمولا از زرد استفاده میکنن به چسبتون اضافه کنید و اون رو روی سطح کارتون بزنید تا مشخص شه چه قسمت هایی رو چسب زدید و چه قسمت هایی رو چسب نزدید. مرحله چسب زدن مهمترین مرحله ورق طلا هست و هرچه با دقت و ظرافت بیشتر این کار رو انجام بدید خروجی بهتری خواهید داشت. برای این سطح میتونستم از قلموی بزرگتر استفاده کنم ولی چون یه مقدار میخواستم حین و بین چسب زدن توضیحات مختصری رو خدمتتون ارائه بدم از قلموی کوچیکتر استفاده کردم. دوستان اگر شما به رنگ زیرکارتون اجازه ندید که کامل خشک شه و عجله کنید در اجرای ورق طلا، بعد از اینکه ورقتون رو اجرا کردید حدوداً چند هفته بعد متوجه میشید که یک سری لکه‌هایی روی ورقتون ایجاد شده. خاطر همین بهتون پیشنهاد میکنم که عجله نکنید در اجرای ورق و سعی کنید که لایه‌های مختلف رنگتون به صورت کامل خشک شده باشه و بعد از اون شروع کنید به اجرای ورق طلا تا مشکلی براتون پیش نیاد.
دوستان اگر به چسبتون هم استراحت کافی ندید و عجله کنید در اجرای ورق، زمانی که شما ورقتون رو روی چسبتون قرار میدید، چسبتون که حالت مایع تر هست و هنوز خشک نشده از ورقتون رد میشه و با لاک برخورد میکنه و 100% ورقتون اکسید میشه. بنابراین زمان کافی رو به چسبتون بدین. این مرحله رو با حوصله و ظرافت تمام به اتمام برسونید. همینطور که میبینید سطح مورد نظر ما چسبش به مرور داره بیرنگ میشه، یه قسمتاش هنوز سفید رنگ هست، بهش فرصت کافی رو میدیم تا کامل بیرنگ شه. بعد از اون ما شروع میکنیم به قرار دادن ورق طلا روی سطح مورد نظرمون. ببینید دوستان، عجله در اجرای ورق طلا باعث میشه که هم انگشتتون و دستتون که به قلموی چسبیتون برخورد کرده بوده چسبندگی داشته باشه و همینطور که میبینید من چون عجله کردم یه مقدار به انگشتای دستم ورق میچسبه. شما وقتی که 24 ساعت به چسبتون اجازه خشک شدن میدید مطمئن هستید که دیگه دستتون چسبندگی نداره و بارها شسته شده. ورق رو یکی یکی روی سطح مورد نظر قرار میدیم و با قلموی بسیار نرم ضربه های خیلی آرومی روی سطح ورقمون میزنیم. در جاهایی مثل ابزارهای گچبری اگر نیاز هست شما باید از 2 لایه یا 3 لایه ورق روی هم استفاده کنید تا تمام سطح مورد نظرتون رو با ورق پوشش بدید. روی سطوح صاف به صورت منظم ورق‌هامون رو قرار میدیم که حالت خشتی پیدا کنه. با ضربه های آروم ورق رو روی سطح کار قرار میدیم. دوستان ضربه های آرومی که ما با قلمو یا حالا با پارچه نرم به سطح ورق میزنیم باعث میشه که ورقمون کامل به چسبیده بشه. اگر این کار رو انجام ندید، زمانی که دارید ورق رو پرداخت میکنید یک سری از جاهایی که ضربه نخورده به چسبمون نمیچسبه و باعث میشه که بعضی از قسمت های سطح مورد نظرمون بدون ورق مونده باشه. بنابراین حتما با پارچه یا قلموی نرم ضربه های آرومی روی سطح ورق میزنیم تا اطمینان کامل پیدا کنیم که تمام قسمت های چسبی ما با ورق یکی شده. بعد از اینکه ما کامل ضربه زدیم روی سطح کار، زمان پرداخت ورق هست که اون هم باید به صورت آروم، حالا یا با قلمو یا پارچه بسیار نرم، اگر ابزار هست که از قلمو میتونید استفاده کنید. با استفاده از اون سعی میکنیم که اضافات ورق رو جدا کنیم. دوستان همینطور که میبینید این مرحله رو باید با دقت و حوصله زیادی انجام بدیم. در این مرحله بعد از اینکه اطمینان پیدا کردید که کامل تمام سطح چسبتون با ورق یکی شده، ما به صورت آروم با پارچه نرم اضافات ورق رو ازش جدا میکنیم. این کار رو میتونید با قلمو هم انجام بدید. مرحله شیرین ورق طلا همین مرحله پرداخت هست که مرحله بسیار لذت بخشی هست. اگر چسبتون رو به صورت کامل روی سطح زده باشید و ورقتون رو هم به صورت آروم ضربه زده باشید، یک سطح بسیار یک دست خواهید داشت و نیازی نیست که برگردید و ورقتون رو ترمیم کنید. اگر قسمت هایی از سطح مورد نظرتون ورق نشده بود، شما میتونید یه مقدار چسب بزنید و سعی کنید که روی ورق قبلیتون چسب نگیره تا جایی که امکانش هست
و بعد از اون یه مقدار به چسب فرصت بدید تا بیرنگ شه و دوباره ورق رو روی سطح مورد نظرتون بچسبونید. بعد از اتمام این مرحله میرسیم به مرحله زدن لاک الکل روی سطح کار که این کار رو به وسیله یک پنبه یا حالا یک پارچه بسیار نرم و یا حتی قلمو میتونیم اجرا کنیم. یک قسمتی از کار رو من با استفاده از قلمو لاک میزنم، ولی سطوحی که صاف هست شما با استفاده از پنبه این کار رو انجام بدید. دوستان دقت داشته باشید که زیاد لاک الکل رو روی سطح کارتون نزنید که حالت شعله پیدا کنه. به خصوص شما اگر از پنبه استفاده میکنید سعی کنید که حتما پنبهتون رو فشار بدید و یه مقدار رطوبت پنبه بمونه و اگر که شما بیان زیاد پنبه رو آغشته به لاک الکل کنید باز یه سری لکه های کوچیک روی سطح کارتون ایجاد میشه. در اینجا من سعی کردم جوری باشه که شما ببینید بعد لاک الکل رو روی کارم، ولی شما سعی کنید که حتما پنبه‌ای که آغشته به لاک الکل هست رو فشار بدید، اضافاتش رو بگیرید و بعد روی سطح کارتون بکشید به حالت رفت. حالا اینجا من به صورت رفت و برگشتی این کار رو انجام دادم، ولی شما فقط به صورت رفت این کار رو انجام بدید تا کار با کیفیت تری داشته باشید. اگر میخواد 2 مرحله لاک رو روی کارتون اجرا کنید حتما اجازه بدید که لاک الکل قبل کامل خشک شه و بعد مرحله دوم رو اجرا کنید. دوستان دقت داشته باشید که تمام سطح مورد نظرتون که ورق شده رو حتما با لاک الکل بپوشونید. اگر این کار رو نکنید بعد از 6 ماه ورق تل شما اکسید خواهد شد. ممنون از توجه شما.